بیا بیا بخور بیا خوشگله بیا بخور بیا بخورین بیا بخورین خوشگله بیا بخورین بیا بخور بیا خوشگلی من بیا شلوغ نکن پسر سر اذیتش میکنی نزنش بخور غذاتو بخور بیا خوشگلی بیا کریم چیه؟ کریم گبره چی میگه عباس آقا؟ گبره کریم سلام خلاقلو کیف احوال سا olasın از محل می اومدم زنت دیدم گفتش کریم آقا دیدی بگو یه توکپا بیاد خونه کارش دارم چیه؟ اتفاق افتاده؟ نه بابا این چیز دختر افتاده آب انبار گم شده سمک؟ آره اینجا بازی میکردن آب انبار گم شده همه بچه‌ها گشتن پیدا نکردن اتفاق دیگه چی نیفتاده؟ نه بابا گفتش اگه کریم آقا دیدی بگو بیادش اتفاق بابا چی کار میکنی شیکون دیدی صاحب برده رو چل شاقه گرم ها یه دقیقه به اون میدانم میشه همه کار سلام چه پهلا سلام بازی سلام سلام علیکم چی خبر چی شده؟ سمک هانی افتاده توی آب انبار نمیتونیم پیداش کنیم هانی سمک گوشت کجای آب انبار افتاده؟ اومدم کمکت کنم دمتم افتاد تو آب انبار مادرتون کجاست؟ اونه بیام بریم خونه من پیداش میکنم بریم شما بریم خونه هاتون بریم یلا زمنش اینجا حسین شما اینجا چه غلطی میکنید ها دنبال سمک هانی میگردیم اول بلا چی اومده بودین اینجا آقا کریم بچه ها گفتن جا ماهی هست اومدیم ببینیم هست یا نیست غلط کرده کدوم ماهه سکو بیان پایین پدرتون در میاد باش elde götürürsen gürültüyle kasılacıyla abim var. Elə bir abim bahanesiyle ne mene vardı? Peki bilmem ne vardı onun? بچه ها عرض کله شما نیست شما فکر نمی کنید که
تو آب لجن ماهی گیر نمیاد دیدم که اصلا اینجا ماهی بود به چه درد شما میخوره ها بیا بینم پسر بیا بینم سمک کجا افتاده بود همین دوره برا همین دور بره رو نگو اونجا که افتاده بود همونو به من نشون بده دوره برا همین نورده بود بگرد پیداش کنی بگرد بینم حتی شما فکر کردیش داخل این آب 1000 نوع میکروب کثافت از شما رو مرز میکنیم آقا کریم میگن اگه اینجا ماهی بریزی بعد از یک 10 برابر میشه پسر ماهی رو میریزن به داخل آب تمیز نه به لجن آقا کریم اینجا مال هم داره؟ اینجا همه جونورای مثل شما هست به جز مال آقا کریم اینجا که تمیز شد توش ماهی قرمز میریزیم زیاد که شد میفروشیم میلیونر میشیم آره ارواح بابا میلیونر میشه پسر این آب انبار آب راهش گرفته شده خشک شده 2 سال طول میکشه که این بدنش خشک بشه ما بچه ها خالیش میکنیم تمیزش میکنیم شما بزنین که تمیز کنید آب خالی کنید دنبال اون سمک بگردید ماهی پیشش خودتون آقا کریم مار کجاست؟ اونجا سمک رو پیدا کردم برو اینا رو بگی ببخونه منم اومدم شاش شده با اخمرت دادنی ننه ادلا فریز میشه گوری دادنی ننه آره بابا میبینی دخترم دیگه کار سر کار باشی بابا بریز زره کریم بخونی چه سکتی شکلیه بیچی بابا ببینی بیچاره اون کرد از سوپ سمک پیدا شده سمک آره پیدا کرد معلومه درست شدی درست خرابه دست نکن درست نمیشه اونجا 1000 سال دیگه تمیز نمیشه تمیز میشه پر آب بشه 100,000 تا ماهی توش تا میشه اصلا تو میدونی 100,000 تا ماهی چند تا میشه میشه 100,000 تا خوب چه چی؟ میفروشیم میلیونر میشیم آره ارواش کمت میلیونر میشه بیا دخترم اینو بزن تو گوشت حالا صدای منو میشنوی؟ آره لبخونی نکن بلند شو برو وایستا حالا صدای میشنوی؟ حالا صدای میشنوی؟ آره برو عقب برو خب حالا برگرد سمشت کجا افتاده بود کپیوله دوستم در بسانم کپیوله هنیزم دور بگره Kişiler gir vermişsen bu uşağa. Hem sayılar alan sası işlerler. Arbat məcək görmüsən? Hani yediyəm qudaqlarını eşitmir. Səsimi eşitsən ya yox? Bir eşidirəm, han eşidirəm. Git. Git içeri git. فکر نمی کنم دیگه به درد بخوره. یعنی هیچ کاری نمیشه کرد. این بچه بدونست همش خیلی براش سخت. چند روز دیگه امتحان شروع میشه. باید ببرش تهران. من آدرس یه بیمارستانی بهت میدم. اونجا نشون بده ببین چی بهت میگن. بیمه که داری ها؟ نه. هزینه‌اش خیلی زیاد میشه. کریم حواست کجاست چی شده هیچی بابا هیچی
بذار اونجا. بیا. بیا. حالا نگاه کن. نه هنوزم بعده. میرم اونور امتحان کنم. حالا نگاه کن. نه خیلی بعده. این اصلا درست بشو نیست، خرابه. خوبه بابا تو رو خدا یه همونجا نگه دار. من چی نمیتونم همینجور رو وایستم. این چی درست بشو نیست. یه دقیقه تو رو خدا. نیفتی از اون بالا کریم آقا. هیچ طوری نمیشه. نجس. میگم نجس. خراب شد. حالا چطور شد؟ خوبه بابا دست هر چقدر دوست داری نگاه کنی. چیکار داری؟ میگم نجس، شبای تابستون این بالا پشت ما خیلی خوبه ها. خب ما اینجا بخوابیم، بچه ها اون پایین تلویزیون تماشا کنه. قبول هستن؟ کریم آقا دکمت داره میفته. بایستا بکن بنداز پایی. بگی مشرم مهندس چه میاد؟ 1 ساعت بعد میاد. چی کارش داری؟ میخواستم مساعده بگیرم. 10 روز نشد مساعده گرفتی. مشرم تو خودت میدونه دختر من ناشنواست، سمچش خراب شده، نزدیک امتحانه، باید سمچ بگیرم. کریم آقا چیه بابا؟ اومدم. چطور موقع جابجا بکنیم؟ قربونت، مهندس هر وقت اومد من خبر کن. خب کریم آقا اومدم دیگه. بچه ها آرام، مواظب باشه استرس وارد نشه. بیا تو حبیب مواظب باش. این کردش صدمه میده. مصطفی مواظب باش، این پاش زخمیه ها. مواظب ببر اون آخر چش باز کن. مواظب باش. چرا اونجا رو میکنه؟ حیوان اجتش نکن. مواظب باش، موتور باز نکن. موتور باز نکن، دارش خفص میکنه. بیاریم یواش باز مراکش تو مخبرات بگیریم. بشه بالا دیگه.
هیچی پیدا نشد. آره و امیرآباد و دهشیش و این وقت کوها و آره همین. چی شد کریم؟ هیچ آب شد و رفت تو زمین. خدا مهربانه. اگه پیدا نشی بیچاره میشن. 2 میلیون تومن پولشه. فردا مهندس میاد ببینم چی میشه. خدا ناراحت نکن.
سلام بچه‌ها خسته نباش. سلام. مشرم از اون من اخراج شدم. بیا بشین اینجا یه چای با هم بخوریم. هیچ راه دیگه نداره بمونم. این سهم خودم دادیم بهت ببر بر بچه ها. چایی تو بخور. خیلی بی‌معرفت. عجله نکن همه چی خریده. دست نزن سب کن یه چک. بیا این مال تو. من اینو میخوام. بیا اینم مال. من اینو میخوام. خیلی خوب. آخ اینم مال دختر گلم. سلام کریم آقا. سلام عزیز. نرگس ها. بگی امشب یه املت مشته درست کن. هذا olsun. واسه چی لوازمتو جمع کردی با خودت آوردی؟ ببین نرگس اون کار به درد من نمیخورد. اولا حقوق درست حسابی نداشت، دوما بیمه نداشت، سوما با یه مشت شتر موقع زبان نفت من نمیتونم کار کنم. یه کار دیگه باید پیدا کنم. بچه ها با تخمی بازی نکن. چی کار میکنی؟ میشکنه. بازی نکن پسر. با میدی من بشکنم؟ من میدی من درستش کنم؟ بچه جون شکستن این قلق داره. پس چرا اون دفعه خرابش کردی؟ اون دفعه پوستش خراب بود. بابا اگه این دفعه پوستش خراب بود میدی به من؟ بده به تو برای خودمه. نه خیلی باید بده به من برای مایا میخوام. تو برای چی میخوای؟ منم برای یه چیز میخوام. بابا بیده دبر میدی نحاتی کنم. بی خود مال خودمه. بیا برو بدیم بابا. نمیخوام. میده من بابا. بچه چه خبرتونه؟ ساکت. چه خبرتونه؟ ساکت. بگی بینم. من میخوای چیکارش کنی؟ علامت گذاره میکنم اینجاشو بشکنم. کردی آخه بابا؟ همین بود قلقش. البته بعضی وقت اینجوری میشه. پوستش خراب بود. پسرم حسین ببین این مالش بره. این مال پسر خاله عباس، اینم مال چوچب خانم، اینم مال مشت ابراهیم. بلندشو ببر. کریم آقا چیه؟ اینم مال رقیه خانم. مجر رقیه خانم اومده؟ ها. بلندشو پسرم بلندشو. آفرین. بده بیا.
سمشتی میبرم تو شهر میدم درستش میکنم دختر گلم. حالا برو. سلام خلاله. سلام شهریم کیفون؟ sağ olasın ne olup be? هیچ یاسız baba لامصب هر روز یه مرگیشه یه جاش خرابه معلوم نیست چشه. باید برم تعمیرگاه درست بکنم. ببینم شهرک میری؟ آره بیا بریم. صبرلا bir dakika. تو هستن هی دیدم چه با هر gün bir yere خرابته. ببین امروز یه دونه چوپونی رو دیدم میگفت یه دونه تخم شترمرغ دیده تو بیابون بالای تپه. بالای کدوم تپه ها؟ پشت مرغداری. آبا همه اونجا را گشتم پیداش نکردم. گید الله بلنجش. خداحافظ. بابا اون sen لامصب چیه درست؟ میکروفونش خیلی آسیب دیده. به این آسونی ها نمیشه تقویت کرد. بهتر شما یه نوش رو تهیه کنید. اگه مایلین میتونم شما رو ثبت نام بکنم و تو نوبت قرار بگیرید. آی دکتر چقدر طول میکشه؟ حدوداً 3 الی 4 ماه. 3-4 ماه نمیشه. یه ماه دیگه دخترم امتحانش شروع میشه. در این صورت آزاد باید تهیه کنید. آی دکتر قیمت آزادش چند در میاد؟ این نوع سمک شما حدوداً 350,000 تومان. بفرمایید. شلوغه هماهنگی این کلاسو سپردم به شما هم انگار نگو کجا؟ بازار شما هم انگار نگو کجای بازار؟ مستقیم آقا بازار دیرم شده برو آقا یه گزارش هم به ما نمیدی که چه خبره اجلاس به این اهمیت شما الان هیئت آلمانی که وارد میشن هماهنگ کردید هتل کنتینانتال رو هتل استقلال بله خب فرانسوی‌ها مستقیم میرن سعدآباد که ربطی به ما نداره خب این اجلاس خیلی اهمیت داره برای ما شما باید هماهنگیشو میکردید اینها رو این گزارش عمل کرد باید تهیه بکنید که من به مقامات موافق ارائه بکنم داداش من همین گوشه پیاده میشم آره من ببین الان باید یه جلسه ای رو برسم شرکت بکنم بعد باهات صحبت بکنم گوشی داداش این نقشه رو یاد بگیر بعد سوار موتور شو تهران چقدر شد؟ هرچی کردنه مرسی آقا کی باشم؟ با من هستی؟ نه با جناب علی. یه بنده خدا. غیبگو هم که هستی اینجا چی کار داری؟ دنبال مسافرم. نه بابا دیر اومدی زودم میخوای بری بشین آقا جون روزی تو خدا جایی دیگه حواله کنه. چه خبرتونه؟ این همه بنده خدا معطل روزی من هستم. داداش من اینجا هر کی وایستاده سرقلفی داره بشین رو حساب ما رو قاطی میکنم شما میگی من کجا برم؟ برو آقا جون برو هر جا میری برو پایین‌تر وایسا اینجا وای نستا. برم اونجا خدا نیست. بشین آقا جون برو خدا روزی تو جایی دیگه بده بشین برو. بیا برو مصطفی اومد بیا. سلام آقا. خوب هستی آقا کجا میری آقا؟ بفرم آقا. بشین آقا ببخشید. بلند شو بریم. من کار نمی‌کنی. چرا؟ پاشو بریم دیگه. بشین. بابا اشکی بامران وایستا الان کیستن یه دارد میشه حاجی دو دقیقه وایستا الان درستش میکنم همینجا نگه کن. وایستا من برمیگردم. وایستا برمیگردم.
را بیافتریم این مغازه یکم جلوتر. بله دست درد نکنه. باشید اینجا من بیام. سلام علیکم. شما مصطفی. حال شما چطوره؟ حالتون خسته نباشید. شما حساب ما چقدر شد؟ هرچی کردم. وایسا چی؟ کجا؟ برو کجا برم؟ برو کجا؟ برو این بری برو همین ساختمون نیمه کاره سمت چپ. همینجا وایسا الان بیا. چی میخوای پدر جون؟ آقا اینا لازم نداری؟ میخوای چیکار؟ یه چیزی برای خونه لازم داشتم. بگره یه چیزی به درد خود میتونی ببری. ممنون. من پشت خطی دارم. الو؟ ها تویی؟ من جلوی ساختمون نیمه کاره هستم. یه لحظه گوشی. چقدر شده؟ هرچی کردم تو قابل شما رو نداره. 1000 تومان کافیه؟ خدا بده برکت. بیا بچه. الو؟ آقا کیلو چنده؟ کیلو 1000 تومان مفته. 1000 تومان کجاش مفته؟ یه دونه بخور بعدم بگو یه دونه. یه کیلو بده من. دو کیلوش کن 2 کیلو. قربون آدم جنس شناس. نجس چطور قشنگه؟ بارم بینیم بابا درمان باید شدنی کردن زهرا جان یواش حساب دعوا نکن بیا اینجا بشو آب چند برید دخترم الله آروم آسه
شما در نکنه. خدا بسیار. سلام علیکم حاج آقا. خیلی ممنون. شما خوب هستی؟ بله بله حاج آقا، من الان تهران نیستم، من مشهدم نزدیک حرم. بله بله چشم. خلاصه لایق و زیاره شما هم هستی. حاج آقا اگه میشه این کار بارم راه بندازید، شما هم دعا میکنید. آره دیگه 2 دقیقه دیگه نزدیکم. آقا همینجا نگردم. وایسا نه با تو نبودم، نه با موتوریم. من چه میدونم. آقا ببخشید چرایتون. آقا آره دارم آقا میام. چرایتون دادم بابا جان دادم. آره حلش. آقا کی به من کرایه دادی شما؟ انصاف تو شد. همین الان بهت پول دادم. به من پول ندادی؟ همین الان دادم. عجب بی‌انصافی هستی تو. یکی یه مسیر 500 متری که 500 تومنه 2000 تومن گرفتی چی نگفتم. آقا 1500 تومنم بده ببینم. کدوم پول؟ حالیت میکنم. پولم نمیدی؟ رد کن بیاد ببینم. کی به من پول دادی شما؟ نمیدی؟ روز روشن داری دزدی میکنی. خجالت بکش. شرط کن. حیا کن. سرکار وایسا. آی دوست. قبول باشه حاج آقا. سلام آقا جون. حال شما چطوره؟ دوست داره خوبه؟ قربان شما. سلام آقا. سلام. ببخشید چای جعبه سبز دارین؟ چای سبز ندارم، قرمز دارم. بدم بهت. آقا ببخشید تخم شترمرغ از کجا آوردین؟ این فروشی نیست، برای قشنگیه. یه بنده خدا از بیابان پیدا کرده، با یه حلب روغن عوض کرد. چای قرمز بدم؟ نه خیلی ممنون. سریع‌تر به
بهش باید نگه استودا دوستم درده سامان تو بزا حالا نستون دوستم درده بیام بزا درده سامان تو بزا دوستم که پیوره حالا نستون حالا جلو این چیه؟ این پنجره است بابا. میخوای چی کارش کنی؟ میخوام رنگش کنم با یکی از پنجره های اتاق عوض کنم. آخی صبرله اشاق صبرله. خانم شما چه حواستون به بچه نیست؟ بچه رو سپرده به امان خدا. خب اینم میخواد با بچه ها آبنبار تمیز کنن. شما چه همینی میگین؟ پسر یه بار دیگه به طرف آبنبار بره پوستتو میکنم. احمد میگه اگه نفری 15,000 تومان جمع کنیم میتونیم همه ماهی ها رو بخریم. 15,000 تومان از کجا میاره؟ آقای میلیونر کار میکنیم. آره ارواح شکمت کار میکنه. ما روز 5 تومن اگر بذاریم کنار سر 3 ماه بدهمون تمام شد. پس سمک هانیه رو چیکار کنیم؟ بابا فیچ اونه نکن جورش میکنم اصلا میرم آزاد میخرم. کریم آقا شما نمیخوای یه کاری ثابت جای پیدا کنی؟ بابا زبونم لال اگر این موتور خراب شد اون وقت چه؟ ببین من هر جا کار کنم 150 تومن 200 تومن بیشتر نمیتونم کار کنم. اینجا با موتور ماه 600 تومن بیشتر کار میکنم. تازه پس اندازم میکنیم مگه بده؟ ها؟ والله چی بگم؟ ببین خوب شد. بشه مزار کجا میرفته؟ میریم پیش همشهره خود یکی بیاریم سر جای خودم انشالله میریم افغانستان. به سلامتی چه میره؟ فردا پس فردا میریم مشهد زیارت میکنیم از اونجا میریم افغانستان. انشالله چه برمیگرده؟ یه بوش بعد به امید خدا برمیگردیم انشالله. برو پای مشتم ازون مشتم ازون بیا این پولا را بری ذریح آقا سلام منو بهش برسون. خدا حافظ. خدا تو رو موفق کن. برو چه میدونم چشه هرچی استارت زدم روشن نشد گذاشتمش جلوی سوپر سویش دست آقای دریانیه سفارش کردم برو اونجا بگی یه جوری جورش کن. آره آفرین منم رو موتورم دنبال بار دیگه. بله بیا زودتر اونجا منم دست دارم آشخانم اونجا هست البته ولی حالا زودتر بیا دیگه کار نداری. خداحافظ قربان یه جوری برو گمش نکنی اینو خیال تخت باشه. اینا که هنی این وسطه. آقا بیا ببینیم این چه وضعیه. بیا آقا جون وای نست من نگاه کن. بیا اینا رو جمع و جور کن ببینی. یه لحظه پایین اینا رو بگی برو طبقه سوم داداش اونا رو ولش کن. بیا اول اینا رو جمع و جور کن. یالا جمع و جورش کن. چرا وایسادی؟ برو طبقه سوم. بیا برو من مواظب موتورتم. بیا برو اینا رو مواظب باش نشکنی. برو آقا بجو بجو شب شد آقا. مال خاطرم باشه اینجوری در میسوزونین. یا علی بابا بجو بابا شب شد. یا علی آهای آقا شمدونیه رو بذارین همین جلو رو پیش کن. مواظب باش کمی بگی به راست به دیوار نخوره قربون. به دیوار نخوره. برو بالا. اینا قربون بگی برو بالا. بگی حساب میکنیم. برو بالا حساب میکنیم با هم. بگیر برو اونها رو قربونت مواظب باش نشکن.
چه خبرته؟ مواظب باشی چه طرز کار کردنه؟ آقا پول ما رو بده ما مرخص بشیم. حالا اینا جمع کن مثل کارتون بیا بالا. آقا من بار بر نیستم، پول منو بده، من این جمع میکنم میارم بالا، من برم. عزیزم میدونم شنیدم اینا رو جمع کن بیار بالا، من اونجا هستم کارت دارم. چی شو؟ چیزی شکست؟ آقا این کارتون رو کجا بذارم؟ بذار اون گوشه. آقا جان اونو بیاری. اون در رو ببن، مواظب باش. مراقب سر مردم باش. اونو 2 نفر بیا. آره باشه اون در رو بگی شما اونجا نشی، بلند شو بابا. آقا حساب منو بده من برم، پیرم شده. عجله نکن، اون کارتون رو برده بذار اونجا، الان حساب میکنیم. بلند شو بابا. نکن نریز اونجا، مواظب باش. این کارتون شکستنی تو شکست که نه قیمت قیمت اون. چیکار کردی؟ نگران نباش، یه پیران میرم برات میارم. اساس کشی هم درد سریه. اون تخت کجا میبری؟ 2 تا میخ بزنی درست میشه. اون اصلا قولشو به کسی دادن. حسین کجایی؟ نرجس اینجا کسی نیست؟ بیا بریم بچه. این بچه ها اینجا چه غلطی میکردن؟ ها؟ اینا رو چرا به هم ریختین؟ واسه یه پنجره و آب انبار ببریم. بیخود کردین. مگه من نگفتم شو دور بره آب انبار نرین؟ چرا حرف اسم خالتون نمیشه؟ مادرت کجاست؟ سرخال عباس اومده بود اینجا، مامان یکی از درس‌ها رو برداشت باهاش برد واسه کبره خانم. در آبیه را؟ آره. بیخود کرده برده. مگه مال مفته؟ بیا بیرون کمک کن بالا رو خالی کنه. یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم کریم آقا. خدا برده کمتون نکنه. چه عجب این طرفا. بفهمید بالا یه چای چیزی در خدمتتون باشه. خیلی ممنون کبرا خانم. کبرا خانم من این در گردن به یک گل داده بودم. نرجس خانم اشتباهی آورده به شما. انشالله من اینو میبرم. یه در مناسب اگر جیرم اومد میارم به شما. با اجازه. خداحافظ. کریم آقا میومد یه شربتی مخوردی.
نرجس باز چی داره گریه میکنه؟ چرا باور نمیکنی من اون در آبی رو به یکی دیگه گل دادم، از اون بهترش میارم برای کبرا خانم. آخه قربونشش داد حساب کتابی هست، هرچی بیاد در خونه منو بزنی یه چیز بهش بدم پس فدا میاد میگه که لباس تن بکن. این چه گفتن نداره، من تا به حال به چند نفر در پنجره دادم. میدونی؟ نمیدونی چه؟ بابا به فکر سمک هانی هم هستم، به یه چیز سپردم، این روز هم پیشش بودم. من میخوام یه چیز خوب بگم خدایش 2 روز خراب نشه. من به خاطر شما این همه زحمت میکشم، زون من گریه نکن. بخم جون باد سخت محتاف نرجز دو جل اولان سنه وفادار نرجز دو جل sen ne kadar nazelesin aşıkıvan sabrelerim oh ki sana muhabbetim herkes مشتی 500 اضافی دادی که حواتت کجاست؟ ای آقای زیرم نوبته یا آقا من قبل از شما اینجا بودم، شما من ندیدید. میرم والا دنیا زور دیپسن نزور دیگه نمیدونم. برو اونجا لباس پای سرم امضا کردی؟ برو آقا بدم کارتت. بفهم. چی میگی؟ فتوکپیایی؟ همینه دارم. فتوکپیایی؟ من همینه دارم. اصلشو باید بدی. مسخره کرده؟ بل پایین بار آقا. بل پایین خودم نه آقا. بل پایین بار. بزن باش آقا. فتوکپی بر پایین. نه بابا بزن. بل پایین باره. چه خبره بابا؟ چه خبره؟ آبرومو بردن. چه خبره؟ داره میده. برادر من فتوکپی نیاد داداش. همچنین فتوکپی همچنین نیاد بودر olmaz. چشم بیا خود. محسن جان. هواشو دارم. برم آقا. همشری بدم. امضا کن ببینم. اینجا. همشر الله نه آره واسه. والله بگیر آقا بریم. بگی بکش بریم محکم. مسیر طولانی باز میشه، محکم من باز نشه. همشر یکم یواش خفم کردی.
بیا خانم کمک کنید تناب باز کن. نمایم در که چقدر باحاله. کریم آقا یخچال خریدی؟ بابا میبینیش یخچال دیگه. کمک کنید باز کن. نمایم در که تلویزیون نخریدی؟ میخرم بابا. بابا خارجیه؟ من چه میدونم خارجی یا ایرانیه. خانیه چاقو بده. بابا چه رنگیه؟ بابا من داخلشو باز نکردیم ببینم چه رنگیه. دخترم برو یه لیوان آب خوردم برای من ده. دلاشو آخه حالا ما تو این وضعیت یخچال میخواستیم چه کار کریم آقا؟ بابا امانت فردا صبح میبرم میدم به صاحبش. بگو میگرده بینم. بیا بیا نه. میارم. سلام کاکا، خسته نباشی. فروشیه؟ رنگش چه رنگه؟ مدلش هم که کاکا قدیمیه. 50 تومن بهت بدم خوبه. حقیقت میخوام کاکا یه چیزی هم گیر خودم بیاد. اسو بیا کاکا اینو بذارش پایین. ای کاکا! کاکا! ببین الان کجایی سر چهارراه. ببین همین چهارراه رو مستقیم بیا یه تابلو خورده خیابان بهزادی همینه بیای بس بیرون مغازه. آقا یخچال میخره. گوشی نه آقا جان به درد ما نمیخوره. قیمتش مناسبه ها. آقا چرا حرف حالیت نمیشه؟ میگم به درد ارزون میدم. آقا به درد ما نمیخوره. واسه من داره بار میاد. برو آقا. برو دیگه آقا. همین واسه من نگاه میکنه. داداش این 15,000 تومن انامه. این 4 تومن هم کرایه بارد. بابا دست مریضه. حقا که سر سفره حلال نشست. این پولت بیر. انقدر خیالی مانه راحت کردی که حساب نره. این کارت مغازی هم بهت میده. از فردا منی بیا اینجا کار کنی. انقدر هم کار زیاده که خیلی عالی میشه بره. خوبه؟ خیلی ممنون. این برنامه‌های رسیده رو یه بار بخون من تک کنم. چایت بخور یخ نکنه. جلسه‌های دبی میخوای یا ترکیه؟ نه داداش دبی. 600 تا دیویدی پلیره. خب 500 تا یخچال سایته. آها. سکاره ژاپنی 400 تا. خب لباسشویی دوقلو کره 170 تا. خب LCD 3250 تا. خب پلاسما 50 30 تا. خب جارو برقی مالزی 1400 هم 370 تا.
دخترم بیا با من. خانم آقا ببخشید 500 خورد دارین؟ 500 خورد دارین؟ آقا ببخشید 500 تومن خورد دارین؟ برو بابا 500 که خودش خورده. آقا ببخشید 500 تومن خورد دارین؟ آقا ببخشید 500 تومن خورد دارین؟ آقا چه خبرتونه؟ دارم میرم دیگه. اعصابم داغونه ورم سن شلم دو اول کریم آقا عصبانی sen. Özgele de uşaq böyüdür, mən də uşaq böyüdürəm. Mənim başıma daş düşdü. Mənim başıma daş düşdü.
دستت در نکنه دخترم. نرجس خانم. بله. بی اینجا کارت داره. حسین آقا بلند شو به مادرت کمک کن. خانم اینی بگی بذار کنار، زمستون لازمش داره. این چی؟ این که در داغونه. هیچ اونو نکن. درست میکنم از اولشون بهتر میشه. برو. الكتابي كعبة وقبلة شركة القرآن صلي على سجاد موسى ورضا امام رضای قریب شبلای نمردی چه زنده است بر جمال محمد و علی صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد الله شفا بده الله شفا بده دورین خدا جلم دینم بله خداحافظ بوریس رفتی چه بوریس خداحافظ خدا شفا بده خدا شفا بده زحمت چک الله شفا بده خانم جان زحمت چک بازم میام سر میزنم زنده باش حال داشت بفرمایید حال کمک کن حسین بده یواش آسمی در رو بابا درد میکنه؟ یه چند خب چه شدم؟ یه سمش نو برات میخرم هرچی هم پولش باشه میده
نه بابا بعد نه تا داشتم خیلی میشنوم نمیخواد. یعنی قشنگ میشنوه؟ آره. هانیه این وره. هانیه در پوماد اونجاست. حسین اون بقل نمانه ببر شما ببر این سنگین سمد بعد بقل کنید. سلام عمو کیفیست؟ باریکلا که آماده است. این سبزیه بذارید داخل ماشین من میام. سلام خاله کیف احوال؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام علیکم. کریم آقا 2 هفته دیگه باید بریم بیمارستان جچ پاتو وا کنه نکس بگیرن. زحمت میشه خاله اوله. چه زحمتی؟ این پیشت باشه احتیاط میشه ناقابله. شرمنده میکنه. این حرفا چیه؟ عباس آقا یا در ماشین باز کن. فعلا خداحافظ. خیلی سنگین است. Baba geldim ha. Bir tane kapı açmak için bir de fitnesi yoktu ki. Çık ona görün baba ya. Ah, koymuyorlar ki. کریم آقا حسینی بیدار کن شامشو بخوره. حسین آقا خدا شام بخور. حسین اینقدر پا تو زخمی نده دیگه. حسین Baba konuş şu beşam Hüseyin diye. Murat baş gelsin diye verdi baba. Hadi bala, hadi. بیا آمان این حقوقا یافتم. قربونت برم. مامان فردا بچه ها گفتم میخوایم بریم اضافه کار کنیم. نه مادر نمیخواد. بابات نگران میشه. مامان تو رو خدا اگه اضافه کار کنم روزی 700 تومن بهم میدن. میتونم پول ماهیا رو جمع کنم. تو نگران پول ماهیا نباش. یه چند تا کار خیاطی گرفتم. یه مقدار اونو میذارم کنار واسه خاطر پول ماهیای تو. مامان تو رو خدا زودتر بده. آقای کمالی میخواد باغشو بزرگتر کنه. همه صخره ماهیا رو میخواد باغچه کنه. خب بکنه. آخه اون وقت اگه ما نخریم ماهیا رو آقای کمالی میده به کسی دیگه. حالا خدا بزرگه. قربونت برم. کریم جان
دکتر یه 2 ساعت دیگه میاد. من یه بار گل دارم. خودم میام دنبالتون. ایشین یو؟ الله تبشر. قربانم. حسین جان مواظب بابات باش. قربانم. خدا. با من الان میام. جای دور نرو. آقا 2 تا ساندویچ چقدر میشه؟ 400 تومن. 350 تومن نمیشه؟ 90 چیزی. و یه ناب پرتقال. با بیا بر شما گرفتم. چرا برای خودت نگرفته؟ من دوست ندارم. بیا بخور. نه من نمیخورم. بخور دیگه. بر شما خرید. بخور بچه دیگه. من خوردم. چطوری حسین؟ حالت خوبه؟ سلام خلاقلو. با قشته گه جلده یا؟ گله. گله. جزله. حسین جانم بدی من برو بالا. یالا. ماشاءالله. علی؟ سلام. اصلا بگی بیا بالا. حسین ای گفته چی آوردیم؟ چی؟ حدس بزن. ماهیار از آقای کمالی گرفتیم 3 تا شماهی هم بهمون داد. تو رو خدا کجا؟ تو دبه زیر گلدونا. بالا که خالی کردیم ماهیار میبریم میریزیم تو آب انبار. وای 3 تا شماهی تا 4 ماه دیگر کن 500 تا بچه میذارم. میدونی چقدر میشه؟ بیشتر از 1000 تا. بازم که تو زودی دادی. خب معلومه بیشتر از 1000 تا میشه دیگه. حسین میلیونر میشیم ها. الان چرا آقا کمالی شماهی رو داد؟ اول که گفته بود نمیده. عباس آقا از کار ما تعریف کرد. آقای کمالی هم 3 تا شماهی به من پاداش داد. ایول بابا دمت گرم. عباس آقا الله نارمسه. کارکن چه وضع خیابان هر روز یه چه ورده مثل گرکت چندید. من باران چجوری تا اونچه وردارم ببرم. بابا پیاده بشیم بار خالی بکنیم. کسته بود سیرک یا هر این بیرون خادملت اینا رو مرتب بردار گرد اونجا. مادر من خدای تعالی نه الک قرآن نه هر این بودو اگه نه نخور سریدم سری
هم نمیدی چه کار میکنی اونجا؟ چه بود شما نمیده آسه پاشید نریزه شما مگه دیوانه شدید چرا این گلدانه شکندید آب لبه خالی شده داریم میبریم آب برسید توش کجا میریم بچه ها؟ زود باشید زود باشید خدا زودتر دیگه خدا سریع سریعتر خدایی زود باشید Pərpər olub güllərimiz, ağlayır gözlərimiz. Pərpər olub güllərimiz, ağlayır gözlərimiz. Yadıma hərdən düşür o geçən günlərimiz, o geçən günlərimiz. Yalan dünya, yalan dünya, əcəb oldun yaman dünya, yaman dünya. Yalan dünya, yalan dünya, cəvani dərdə salan dünya, salan dünya. Dəyibdi ürəyimə, fələyin qəmli daşı, sən də mənə yadigar qalıb مواظبم گفت عباس آقا نه اولافته چه حال میاد بابا گرخما گرخما حسین ها را گتسن این دیگه دیدم مواظب باش حسین آروم بیارش بیرون خودم میدونم بابا
ایشالله عروسی دخترم هانیه خانم. کریم آقا فردا صبح میخوام برم خونه رقیه خانم برای حنابندون دخترش کمک. تفلکی ها خیلی دستن ها. میرم و زود برمیگردم. بابا منم میبری؟ اینجور جای پسرا نیستش که. تو رو خدا منم ببر. بهت میگم مجلس زنونه از کجا ببرمت؟ اینا رو حیف میل نکنین ها، فقط همینا رو دارم. میخوایم بریم پای بابا گل درست کنیم. حسن بیا بریم. بذار من یه دونه گل بکشم. اول من میکشم. بتن کنه خدا نتید بده منم بدیدم. یا بابا بلد نیستی خراب میکنی. میخواستی از اول بیای. چه خبرتون یواش بابا. نمیدانم من نحاتی کنم. خب صبر کنید. نصف پایین مال شما، نصف به بالا مال هانیه، نصف به بالا قدغن. شما مواظب پای من باشید، درد میکنه. کیه؟ منم رمضان. سلام مشرمزون، کی اومده؟ دیشب آمدم. مشرمزون منو ببخشید، من نمیتونم در باز کنم. بچه ها همین بغل هستم، محله. پیداش کن بیاد در باز کنی، باید کار دارم. خیلی دیدم برات پنج شده. من مزاحم نمیشم، شنیدم پای شما شکسته. آمدم یک احوال پرسی بکنم و یک خبر خوشحالی برای شما بدم. چه خبر خوشحاله؟ شتر مرغی که فرار کرده بود امروز صبح برگشته. همگی خیلی خوشحال شدیم. کریم آقا من باید برم. یک سوغاتی از مشهد آوردم برای شما، مگذارم روی دیوار. انشالله خیلی زود شما را میبینم. خدا حافظ. Thank you.